حقایق تازه رابطه منصور جلال با غزال عنایت و آهنگ جدید عاشقانه منصور جلال با غزال عنایت و اسادت و رقابت غزال عنایت با آریانا سعید. منصور جلال کجاست و مصروف چی کار باری است؟ ما در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهیم پرداخت، پس در ادامه با ما باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال ما هم آگاه شوید. غزال عنایت هنرمند موفق، ناماشنا و محبوب افغانستان و یک تن از شاگردان موفق و توانای استاد نظیر خارا است. غزال کارهای هنری خود را چندین سال قبل به طور رسمی آغاز کرد و توانست در میان مردم افغانستان شهرت هنری خوب پیدا کند. غزال همیشه در رقابت با آریانا سعید بوده است و همیشه خواسته یگام جلوتر از آریانا سعید باشد. غزال در کشور کانادا زندگی می کند و در آنجا هم به کارهای هنری خود ادامه داده است. جدیداً غزال عنایت خواسته با منصور جلال هنرمند جوان و تازه کار کشورمان کنسرت مشترک را در چندین شهر کانادا برگزار کند و دو آهنگ عاشقانه به زبان شیرین دری و پشتو هم ثبت کند. منصور جلال در کشور کانادا زندگی می کند و با اشتراک در برنامه ستاره افغان و ابر ستاره تلویزیون طلوع توانست شهرت هنری خوب کسب کند. منصور جلال تحت حمایت خاص آقای قیس الفت می باشد و به همین خاطر منصور جلال بیشتر اوقات آهنگ‌های غزل می سراید. ما هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود داریم و منتظر این دو آهنگ عاشقانه منصور جلال و غزال عنایت خواهیم بود. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان غزال عنایت و منصور جلال به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید، ویدیوهای ما را لایک نموده و با دوستان خود به اشتراک بگذارید. سلامتی شما آرزوی ماست. تا درودی دیگر، بدرود.